سلام دوستان، خوش اومدین به ویدیو خودتون. اومدیم با متین ندر با یه ویدیو جدید. خیلی ها شنیدین که در مورد یوتیوبر معروف، یعنی همون امید سیکس یا همون سیستوقی خودمون، شنیدین که میگن نیستش و فلان و بهمان و اومدن همه درمش ویدیو درست کردن و یکی گفته مرده، یکی گفته دیگه نمیاد، یکی گفته فلان، یکی گفته بهمان. چرا شما فکر نکنید؟ در واقعیت من پسر خاله یا امید سیکس هستم و من فقط به شما بگم امید سیکس هیچ اتفاقی براش نیفتاده. من با اجازه خودش این ویدیو گرفتم. هیچ اتفاقی برای خودش نیفتاده. اصلا خودتون رو نگران نکنید. فقط چرا یه مشکلاتی اومده، اونم مشکل زیادی نیست، نه چیز خاصی نیست. مادرش ناراحتی قلبی داره. آقا ساده ترش بگیریم، این میشه چند وقتی فعالیت نمیکنه. آخرین ویدیوش هم که میدونین سر MG42 میتیک بود دیگه، گذاشت دیگه نداشت دیگه، فعالیت نمیکنن این چیزا. فقط به چند نفر مثال بزنیم. احمد لجند گفته چی؟ تا امیدو پیدا نکنم بر نمیگردن. آقا درسته احمد لجند خونه امید سیکس رو پیدا میکنه، ولی امید سیکس اونجا نقل مکان کرده و اونجا نیست. بخاطر گفته تا امید سیکس رو پیدا نکنم از دوبار بر نمیگردم به کالاف. بخاطر همین بچه اصلا هیچ چیزی نشده. کل خبرها همین بود. اگه دوست داشتین بیشتر خبر بزن داخل کامنت ها بگین لطفا. اگه میتونین منم سابسکرایب بکنین تا ویدیو بعدی. خدافظ. متین ندر هستم.